آموزش درس سوم از فصل سوم کتاب ریاضی 1 پایه 10 رشته‌های ریاضی و تجربی توان‌های گویا. خب فرض کنیم که آ عددی مثبت. ما ریشه بیوم آ رو داشتیم. ما یه تعریف دیگه اینو به یه شکل دیگه هم میتونیم بنویسیم. به چه شکل میتونیم بنویسیم؟ میتونیم بنویسیم آ به توان 1 بیوم. اینو چجوری میشه ثابت کرد؟ میایم طرفین رو به توان ب میرسونیم. خب چی میشه؟ خب چون آ مثبت هستش سمت چپ برابر با آ میشه و سمت راست هم میشه آ به توان ب بیوم که همون آ به توان 1 هستش که میشه آ. پس آ به توان 1 بیوم مثل ریشه بیوم آ میمونه. خب چند تا مثال حل کنیم. مثلا 2 به توان 1 سوم اگه بخوایم به صورت رادیکالی بنویسیم چجوری باید بنویسیم؟ باید بنویسیم رادیکال با ریشه 3 2. یا 5 به توان 1 هفتم میشه رادیکال 5 با ریشه 7. 6 به توان 1 چهارم رادیکال 6 با ریشه 4. یا 64 به توان 1 ششم این میشه رادیکال 64 با ریشه 6. خب این چی میشه؟ خب 64 خودش بود 2 به توان 6. اگه به توان 1 ششم برسه برابر با 2 به توان 1 ها همون 2 میشه. از این طرفم خود رادیکال 64 با ریشه 6 میشد 2. یا 81 به توان 1 چهارم میشه رادیکال 81 با ریشه 4 که میشه برابر با 3. خب حالا اگه ما داشته باشیم آ به توان ام انوم، من میام ام انوم رو چجوری می نویسم؟ میگم ام انوم هست ام ضرب در 1 انوم. پس میام اینو بازنویسی میکنم میشه آ به توان ام ضرب در 1 انوم. اینو به چه شکل میتونم بنویسم؟ میتونم بنویسم آ به توان ام کلش به توان 1 انوم. چون وقتی یه توانداری رو دوباره به توان میرسوندیم توانا در هم ضرب میشد. خب مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که رادیکالی داشته باشیم با ریشه n چون اینجا 1 انوم داریم و آ به توان m هم زیر رادیکال هستش. توجه کنیم که اینجا آی ما حتما باید مثبت باشه. اگه آ منفی باشه بستگی داره به اینکه ام و ان زوج هست و همه این داستان ها باید دقیق تر بررسی شه، ولی اینجا به طور کلی میگیم آ مثبت برای اینکه این رابطه برقرار باشه. خب حالا اگه داشته باشیم آ به توان منفی ام انو اینو چجوری میتونیم بنویسیم؟ دوباره میتونم بنویسم آ به توان ام ضرب در 1 انو. خب این چی هستش؟ این هست 1 تقسیم بر آ به توان ام. دوباره چی شده؟ به توان کلش به توان 1 انوم رسیده. پس چی میشه؟ 1 انومو نویسم رادیکال با ریشه n و توی رادیکال میشه 1 تقسیم بر آ به توان m. یه جور دیگه هم میتونستم بنویسم آ تقسیم بر 1 تقسیم بر آ
به توان ام انوم، چون منفی اگه میخواستیم توان منفی مثبت کنیم باید عبارت رو میبردیم توی مخرج یا معکوس میکردیم در واقع. خب اینو چی میتونم بنویسم؟ میتونم بنویسم 1 تقسیم بر آ به توان ام انوم چی بود ریشه انوم آ به توان ام، که این دوتا کاملا با هم برابر، این دقیقا برابر 1 تقسیم بر ریشه انوم آ به توان ام هم هست. خب یه یادآوری کنیم بر مبحث توانها. اگه داشته باشیم آ به توان آر ضرب در آ به توان اس، میتونستیم سادش کنیم به چه شکل که آ هست به توان آره به علاوه اس. اگه داشته باشیم آ به توان آر کلش به توان اس، میتونستیم بنویسیم چی؟ آ هست به توان آره ضرب در اس. و اگه داشتیم آ به توان یه عددی مثل آر، مثل این بود که آ رو یه بار به توان آر برسونیم و ضرب کنیم در به توان آر. خب چند تا نکته دیگه هم بود. آ به توان منفی آر برابر می شد با 1 تقسیم بر آ به توان آر. چند تا مثال حل کنیم. مثلا 2 به توان 2/3 ضرب در 2 به توان 3/2 چه مقداری میشه؟ خب گفتیم مثل این میمونه که 2 توانها با هم جمع میشه، یعنی 2/3 به علاوه 3/2 این توان هستش، میشه 2 به توانه. اگه مخرج مشترک بگیریم میشه 4 به علاوه 9 ششم، یعنی هست 2 به توان 13/6. حالا اگه داشته باشیم 2 به توان 2/3 به توان 3/2 چی؟ اینجا توانها با هم ضرب میشد 2 به توان 2/3 ضرب در 3/2. 2/3 ضرب در 3/2 چی میشه؟ برابر با 1 میشه، برابر میشه 2 به توان 1 برابر با خود 2 میشد. و اگه داشته باشیم مثلا 2 ضرب در 3 به توان 1/3 چجوری میتونستیم بنویسیم؟ میتونیم بنویسیم 2 به توان 1/3 در 3 به توان 1/3 یا ریشه 2 ضرب در ریشه 3 یا کلا ریشه 6. حالا اگه رادیکال داشته باشیم میتونیم به شکل توان کسری بنویسیم. مثلا چی؟ مثلا ریشه 7 به توان 2 چجوری میشه؟ 7 به توان 2 7 رو مینویسیم، توان 2 هم میذاریم، ریشه رو توی مخرج توان میذاریم، میشه 7 به توان 2/3. ریشه 4 2 به توان 8 چی میشه؟ 2 رو میذاریم، 8 توانشه، 4 میاد توی مخرج توان، میشه 2 به توان 8/4 یا 2 به توان 2. یا ریشه چی؟ مثلا ریشه 5 2 به توان 5 اینجا میشه 2 به توان 5/5 که میشه خود 2 دوباره. خب گفته که ثابت کنیم که ریشه انوم آ مثل این میمونه که از آ ریشه ام ضرب در ان بگیریم. خب اینو چجوری ثابت کنیم؟ من میام از توان کسری استفاده میکنم. چجوری مینویسم؟ میگم ریشه انوم آ رو مینویسم آ به توان 1 انوم. خب دوباره یه بار دیگه از توان کسری استفاده میکنم، میگم انگار از آ به توان 1 انوم دوباره به توان 1 اموم رسیده،
چون رادیکال واریشه ام رو میتونم تبدیل کنم به توان 1 ام. خب حالا این برابر چی میشه؟ میشه آ به توان 1 انوم ضرب در 1 اموم. پای ثابت توانها چون بر روی هم بودن در هم ضرب میشن، پس میشه 1 تقسیم بر m در n. خب این ما رو یاد چی میندازه؟ یاده ریشه m ضرب در n آ میندازه اگه دوباره این بار توان کسری رو تبدیل کردیم به رادیکال. خب امیدوارم از این درس خیلی آسون لذت برده باشین. تا قسمت بعدی، خداحافظ.